تون چنده؟ فروشنده با نگاه خاص و لبخند معناداری بهم گفت. قیمتی نداره خانم، بدلی ارزون. واقعا؟ چه جالب، من فکر میکردم جواهره. نه خانم، اینجا بدلی فروشی جواهر نداریم. جواهر که هر جایی نمیفروشن، باید بری جواهر فروشی از 7 گاو صندوق و 7 جعبه درش بیارن. هر چیزی که قیمتی باشه دسترسی بهش مشکله و احترام خاصی هم داره. گفتم چه جالب. بعد برگشتم و جواهر بدلی رو نگاه کردم. خیلی ذهنم درگیر حرف مغازه‌دار شد. در حالی که داشتم جواهر بدل رو نگاه می‌کردم، یهو انگار کسی وارد مغازه شد. مغازه‌دار حالت ایستادنش رو عوض کرد. صاف ایستاد و با لحنی پر از احترام گفت: سلام سرکار خانم، چیزی لازم دارین؟ میتونم راهنماییتون کنم؟ نگاه کردم ببینم کیه که فروشنده اینطوری به خاطر ورودش رفتارش رو عوض کرده. چقدر رفتار مغازه‌دار با اون خانم نسبت به من متفاوت بود. یعنی علتش چی بود؟ بعد رو کرد به من و با همون لحن قبلی گفت: نخواستیش خانم؟ گفتم نه آقا، نمیخوامش، بدلی ارزش نداره. چند روزی درگیر برخورد اون مغازه‌دار با خودم و رفتارش با اون خانم با حجاب بودم. آخر سر فهمیدم که باید یه تغییری ایجاد کنم. تازه فهمیدم فرق بدل با جواهر چیه. مسلمان چرا زار و حیران شدی؟ به طوفان ذلت تو ویران شدی. به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ کمین گشت دشمن برای شما، چرا غافل از مکر شیطان شدی؟ زمانی لبت غنچه خنده بود، چرا ای برادر تو گریان شدی؟ زمانی لبت غنچه خنده بود، چرا ای برادر تو گریان شدی؟ مسلمان چرا زار و حیران شدی؟ به طوفان ذلت تو ویران شدی. به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ به وحدت خروشان تو بودی چو برق، چرا قطره گشتی و پنهان شدی؟ چراغ هدایت خموش است و تو کنون خالی از نور ایمان شدی. مسلمان چرا زار و حیران شدی؟ به طوفان ذلت تو ویران شدی. به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟ ندیدی مگر عزت دین به خود؟ چرا دور از حکم قرآن شدی؟ به آزادگی بوده ای یک کتاست، چرا پا به زنجیر و زندان شدی؟ اگر نفس و شیطان تو را سرور است، چرا ای برادر مسلمان شدی؟ مسلمان چرا زار و حیران شدی؟ به طوفان ذلت تو ویران شدی. به موسیقی و ساز شیطان چرا گرفتار و از دین گریزان شدی؟